5 بازی شاهکار بریم ببینیم. هالو نایت سیلک سانگ، این بازی فوق‌العاده است و فوق‌العاده سخته. حالا این بازی چیا داره که من الان میگم فوق‌العاده است و شاهکاره؟ این بازی تمام انتظاراتی که از یه بازی مترویدوینیا داری رو برآورده میکنه. پلتفرمینگ شاهکار، تنوع دشمناش 150 فوق‌العاده و دیگه حرفی نمیمونه. به نظرم برید تجربهش کنید. من خودم هنوز کامل تمومش نکردم، واسه همین الان نظر زیاد نمیدم. همه خوشتی یه جا نیده بودم. مارول اسپایدرمن 2، این بازی شاهکاره، همه چی شاهکاره، واقعا این بازی عالیه. ولی من چرا اینو میگم؟ یک، چون این خیلی بازی کمبتش خوبه و مثلا سبک مبارزات خیلی خوب پیاده کردن. دو، اینه که بازی واقعا جهان بازیش فوق‌العاده است، خیلی خفنی هم داره. ولی یه ایرادی که نسبت به نسخه قبلیش داره اینه که داستانش ضعیف‌تره واقعا. این گجتی هم که دارید میبینید به اسپایدرمن قابلیت پرواز میده و خیلی سرگرم کننده است و توی دنیای بازی میتونید بچرخید، برید بزنید آدم بدا رو تیکه تیکه کنید. به نظرتون مایلز سیاه تره یا ونوم؟ رد دد ردمپشن 2 بازی با تم غرب وحشی که بهترین بازیه که من تا الان بازی کردم، به خاطر اینکه این بازی محیط خیلی پویایی داره. داستان آرتور مورگان بهترین نباشه 100% جزو بهترین هاست. تمام NPC های بازی مهمن و وقتی مثلا دارید بازی با اسبتون میرید بهتون چالش میدن که قبول کنید. معمولا شرافتتون میده بالا، نسبت به شرافتتون برخورد به NPC ها باهاتون متفاوته. ولی اگه بازی نکردین که فکر کنم همتون بازی کردین، این بازی فوق‌العاده است، حتما بازیش کنید. لاست آف اس پارت 2، خب پشت این بازی حرف زیاده و یه سری حاشیه‌ها داره که ما فعلا باهاش کاری نداریم. گیم پلی این بازی عالیه، بازی تو سبک مخفی کاری و واقعا ایای باهوشی داره. سر ایای من پاره شدم چند بار قشنگ. بازی گرافیکش هم خیلی خوبه و من این بازی رو دوست دارم به خاطر اینکه موسیقیش واقعا شاهکاره، بهترین موسیقی که من شنیدم. ولی یک کوچولو پایان بندیش رو مخه، اما باز 100% ارزش تجربه داره و این بازی جزو بهترین بازیه که من تا الان بازی کردم. اگرم ایکس باکس دارید میتونید به جای داین لایت بازی کنید. DMC 5 بازی فوق‌العاده‌ایه که در ژانر هکن اسلشه و با گیم پلی فوق‌العاده‌اش من میتونم با جرئت بگم که جزو شاهکاراست. من این حرفو میزنم به خاطر اینکه باس‌های بسیار زیاد متنوع و وسایل بازی دست به دست هم که بگیم این بازی شاهکاره و کلی حال میده. تو بازی ما میتونیم جای دانته، نیرو، وی و حتی اگر نسخه اسپشیال ادیشن داشته باشیم میتونیم جای ویلجیل هم بازی کنیم و طبق معمولی این بازی با طنز تمسخرآمیزش قراره کلی مثل همیشه حال بده و بریم بزنیم بخته رو پاره کنیم. ببخشید کیفیت ویدیو پایین بود، این اولین ویدیو منه، بعد حمایت کنید 2 تا چیز بگیرم ویدیو بهتر بشه. ممنون. خدا